خب برای آموزش دوخت 3 دکمه جلوی کارمونو وسطشو پیدا میکنیم، خط مرکزیشو. اینکه چه اندازه باشه به خودتون بستگی داره، ولی هولوش تقریبا 20 تا 30 سانت میتونید واسه 3 دکمه در نظر داشته باشید. یک پارچه به اندازه تقریبا 7 سانت در طولی که میخواید 3 دکمه‌تون باشه لایی میزنید و به اندازه 1 سانتی متر از هر طرف تا میکنید داخل اتو میکنید و این دو تا رو روی هم دیگه میذارید تا میکنید. این خط باید بیفته. تقریبا طول این میشه 2 سانتی متر تا 2.5 سانتی. این خط مرکزی که پیدا کردیم به اندازه طولی که میخوایم، مثلا واسه من تقریبا دوست دارم 25 سانتی متر باشه. 2 تا از این نوارها رو آماده کردم، روی همدیگه میذارم. یکیش درزش این طرفی باز باشه، این دولایه بسته، این طرف هم برعکس. روی هم میذارم. دقیقاً میذارمش وسط این کار. و به صورت افقی میدوزمش. دوختمونم یه شماره 3 باشه. سرقائمی هم حتما بزنید. بعد از اینکه دوخت، از این خطی که با صابون کشیدم، من شاید روی کارم مشخص نباشه، با صابون این خط رو وسطش کشیدم، همون خطی که وسط کارمه، یعنی خط مرکزیمه، قیچی میکنم تا اینجا رو 7 تا 8 برش میزنم. نه بیشتر نه کمتر، دقیقاً تا دوختمون باشه اینجا. و بعد این کارو اضافی کارمون میدیم زیر و این اضافی که 7 تا 8 هست رو میذاریم بین این کارمون، بین نوار. میتونید سوزن هم بزنید که کارتون راحت تر شه. اگر کارتون سجاف داره، اول سجافش رو بدوزید، بعد شروع کنید به دوخت 3 دکمه. ولی واسه من یقه شکاری هست، سجاف نمیخوره. دقیقاً تا اینجا که رسید 1 سانتی متر بالاترش قیچی میکنیم. اینو باید بدوزم چون قراره یقه بخوره، سجاف نمیاد روش، باید تمیز بایسته بالاش. اضافی کار رو میگیریم، برش میگردونیم. این بالا به اندازه 1 سانتی متر جای دوخت باید بمونه، یعنی مماس با بالای یقه نباید بگیرید چون قراره بره داخل. یه مقدار من چرت میزنم که بره داخل نوار. اضافیشم میگیرم. سوزند. بعد حالا از پایین که سوزن زدیم نیش میدوزیم اینو.
دوختمون رو یه مقدار درشت میکنیم. من با 4 میدوزم دوختایی که قراره مشخص باشه. سرقایمی هم میزنیم. این از یک طرفش، اون طرفش هم دقیقا مثل همین طرف دوخت میزنیم. خب این سمت هم دقیقا مثل همون که قبلی دوختیم تموم شد. حتما هم اینو دقت کنید که جادوگری کدوم طرف میفته و دقیقا این قسمت بالا مماس هم دیگه باشه. و این پشتش هم میتونید نواروری بتوزید، هم سردوزش کنید و یه دوخت نیشی هم همین پایین بذارید که این فیکس بشه پایینش.